السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید دارم صحتمند باشین. انشاءالله در این ویدیو من برایتان شریک میکنم که نوروز یعنی چی، تاریخ نوروز و این روز کی تجلیل میکنه، چرا تجلیل میشه و چرا اسلام و علمای دین میگن که این روز حرام است. دلیل چیست؟ در اینجا ما دو قسم مردم داریم که تقسیم هستند سر نظریات این روز. یک قسم مردم در داخل افغانستان و خارج افغانستان از بین مسلمان ها میگن که هیچ مشکل نیست تجلیل کردن این روز، به خاطر این کلتور عنعنات افغانستان است و از مردم ماست. چون ما در این روز کدام کار حرام نمی کنیم، به این خاطر تجلیل کردنش مشکل نیست، برق بالا کردن مشکل نیست، در این روز بخش گرفتن مشکل نیست، فامیل خود بیرون گرفتن هیچ مشکل نیست. و گروه علما میگن، البته اکثر علما، که در این روز هر کار میکنی او حرام است. دلیل اونا چیست؟ ما کلشان در اینجا بحث میکنیم. بیاین که نوروز کم معرفی کنم. نوروز یک روز است که در مختلف کشورهای دنیا مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، افغانستان، اندیا، پاکستان تجلیل میشن و مردم امید میکنن که در این روز سال نو، نوروز، یک بهار است و یک سال جدید خوب با ما خواهد آمد و به می امید سر میز 7 تا سینه میمانند. 7 چیزا که از سین شروع میشن، مثل سیب، سبزه، سرکه، سیر و همینطوری پیش میرن و هر دانش معنی از خود داره. در این زمانه مردم سر میز قرآن همچنین میمانند، لیکن در تاریخ که میبینیم دیگه کتابا مانده میشد بجای قرآن. بیایم که تاریخ نوروز رو ببینیم. به نام مری بویس، یک انگلیس هیستوریان است. او میگه این دقیقاً معلوم نیست که نوروز چه وقت شروع شد، بلکه این اولین دفعه تجلیل شده در زوراستریان دین. زوراستریان یک دین است مثل عیسویت و هندویزم، بودیزم، که 3000 سال پیش شروع شده و امروز همچنان تقریبا 2 لک نفوذ داره که او در انگلستان، در ایران، در هند زندگی میکنن و اونا کتاب دارن به نام اوستا، در اوجا ذکر نوروز است و اونا نوروز به بنیاد مذهبی خود تجلیل میکنن. اونا فکر میکنن، چون اونا سرزیاد خدا یقین دارن، حتی یقین دارن که آفتاب به جای خدا گرفته، یک خداست و به آفتاب در کتابشان به نام سوریا شناخته میشه. سوریا سانسکریت لغات است که هم آفتاب معنا داره و همچنان اونای خدا دارند در کتاب خود که به نام سوریا است و این معلوم میشه که اونا آفتاب خدا میدانند و اونا میگن که آفتاب به یک حد میه، زمین به یک حد میه کدام وقت که روز و شب یک برابر میشن. این اکثر در 18 مارچ تا 21 مارچ عمل به جای میشه و مردم این روز نوروز با تجلیل میکنن. دویم هیستوریان میگه که این یقین زوراستریان و پرژن است که نوروز روزی است که کدام روز کائنات شروع شد یا کدام روز کائنات به روی حرکت شد. به این خاطر این روز ما تجلیل میکنیم. سوم تاریخدان به نام گردیزی در کتاب خود که به نام زین الاکبر است، در او میگه که نوروز روزی زوراستریان و پرژن بود و اونا شروع کردن و این روز به اونا زیاد مهم است. به این خاطر شما امروز هم دیده میتونید در ایران و در هند که زوراستریان زندگی میکنن، اونا این روز تجلیل میکنن. این روز در مختلف کشورها به مختلف دول تجلیل میشه. در یگان کشورها 12 روز، در یگان کشورها 13 روز، در یگان کشورها 7 روز، لیکن روز آخرش یک روز بدبختی باشن میگن که هر چی ده روز میکنی باز کل سالت در اون قسم تیر میشه. خب ما حالی دیدیم به خواندن تاریخ و نظرات تاریخدانان که نوروز به افغانستان هیچ ربط نداره و به نوروز به مسلمان ها همچنان کدام ربط نداره. اصلا این روز زوراستریان است، این روز پگن است که پرژن امپایر این رو تجلیل میکرد. حالی بیاین ما ببینیم که اسلام در این باره چی میگه. دلیل اسلام چیست؟
در اسلام همه چیز حلال است. همه چیز حلال است. تکرار میکنم، همه چیز اجازه هست، فقط او چیز حرام است چیزی که محمد صلی الله علیه و ذکر کرده که حرام است، چیزی که شریعت گفته که حرام است. باش که من دوباره برات واضح کنم. الرسول صلی الله علیه و سلم در صحیح حدیث گفته که همه چیز به شما حلال است، فقط چیزی که ما حرام برتان ذکر کردیم او حرام است. یعنی سات پوشیدن حرام است یا حلال؟ به خاطر رسول نپوشیدن من میگم حلال است. چرا؟ اجازه است. به خاطر رسول نگفته که سات نپوشین. یعنی همه کار در اسلام اجازه است کنین، فقط چیزی گفتن نکنین او رو نمیکنیم. این خوب واضح شد. درباره نوروز رسول الله چی گفته؟ در 3 حدیث وجود داره. حدیث نمبر 1 که در ابو داود و نسائی راویس و دو کتاب ذکر است که الرسول صلی الله علیه و سلم کدام وقت مدینه آمد، دوجه مردم جشن گرفته بودن. یعنی مردمی که نو مسلمان شدن یا غیر مسلم بودن اونا جشن گرفته بودن. کدام وقت که رسول الله صلی الله علیه و دید که اینا جشن گرفتن و میله میکنن، گفتن چی گپ است؟ اونا گفتن که ما پیش از اسلام یک روز داشتیم که دمی سال یا هر سال ما او را تجلیل میکردیم. رسول الله صلی الله علیه و بهش جواب داد، بهش گفت که الله سبحانه و تعالی بهشان چیزی بهتر داده، او از عید الاضحی و عید الفطر. یعنی که دیگه هر روز شما داشتین پیش از اسلام یا هر روز شما عالم دارین او کلش ختم شده، منسوخ شده، فقط شما 2 روز دارین که تجلیل کنین، عید الاضحی و عید الفطر. این بسیار واضح شد. و بعد از او صحابه اجمعین و مکه و مدینه مردم او دیگه او روزا تجلیل نمیکردن، فقط عید الاضحی و عید الفطر تجلیل میکردن. با بنیاد این حدیث این معلوم میشه که هر کلتور و عنعنات یا تجلیل که از قوم میاد، از پیش از اسلام میاد، او دیگه حرام شد. من بهتون ریکارد این روز دادم که پیش از اسلام آمده. دویم الرسول صلی الله علیه و فرمانده در صحیح حدیث که هر کس که تجلیل یا همراهی و مردم میکنه که غیر اسلام هستن، یعنی غیر مسلم هستن، اونا در روز آخرت به همراه اونا در یک صف خواهد بودن. ولی اگر روز نوروز تجلیل میکنی، یعنی این معلوم میشه که به زورستین اونا میگن که آفتاب خداست و دویم گردیزی تاریخ میگه که اونا فکر میکنن در این روز کائنات شروع شد، یعنی به او راضی میشین، در صف اونا استاد میشین، با تجلیل کردن اونا به صفشان استاد میشین. سویم رسول صلی الله علیه و در یک حدیث گفته که انس بن مالک راویش است و گفته اگر شما میرن به زمین نن عرب و اونا که هر روز دارن تجلیل میکنن، هر کس روز تجلیل کرد به امرای زو در روز قیامت بیدار خواهد شد. یعنی بنیاد 3 حدیث و بنیاد تاریخچه نوروز ما ببینیم، این معلوم میشه که این روز نوروز از ما نیست، از اسلام نیست، از مسلمانان نیست، از افغانستان نیست. این از پیگنز و مردمی که سر خدا یقین نمیکنن و آفتاب خدا میگن از اوست. و چون علما مختلف نظر گفتن، نظری که ما بتون 2 نظر شریک میکنم. یک نظر که خاص علما دارن، اونا میگن کسی که اینو تجلیل میکنه که فقط با فامیلش خوش کنه، او بخش کفر شریک میکنه برایشان، یعنی خودش کافر نیست، بخش یک بخش کفر با فامیل خود میاره. اگر دویم شخص او سرش فخر میکنه سر زیروز و تجلیل میکنه، او از اسلام بیرون رفته، به خاطر که یقین زوراستریان و پیگنز و پری پرژیا بود که این روز است که بهار به دلیل شروع میشه، به خاطر که خدا نعوذ بالله آفتاب به یک حد میه، به این خاطر بهار شروع میشه. اونا خدا را آفتاب میگن، یعنی آفتاب خدا میگن، اونا یقینشون بود. و فکر میکنم که به این تاریخ واضح کردن ولی به شما واضح شده که این روز باید تجلیل نشوه. عید الاضحی، عید الفطری داریم، انشاءالله ما در این روزا خوش هستیم و نیاز نیست که ما بیرق بالا کنیم یا بیرق پایین کنیم. اگر یک کس میگه که نوروز اجازه تجلیل کو، بگو با ما دلیل بیار از قرآن و سنت.
اگر او میخواد تجلیل کنه، شما برش میتونید بگین که برادر بنیاد این دلایل این روز تجلیل کردن حرام است. اگر بازم میخواد کنه، بانک کنه. او کار خودش میفهمه. خودش وظیفه ما چی بود؟ بهشان پیغام دادن. ما به شما همچون پیغام میدم که نوروز روز اسلام نیست و این روز کفار است. مسلمان باید با امر کفار در یک صف استاد نشود. شاید مردم سوال کنن چرا تخلص خود نوروز است؟ به خاطر که مشکل اسلام، یعنی اسلام حرام کردن تجلیل گفته. نوروز یعنی روز جدید، هیچ مشکل نیست. به این خاطر ما با خود حرف مشکل نداریم، بلکه با تجلیل از نگاه اسلام درست نیست و مردم به تجلیل نکنن. ما براتون خوشی میخوایم و امید دارم که ویدیو شریک کنین تا زیاد مردم استفاده بگیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.